هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، مرگ محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که فرشته مرگ برای گرفتن جان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می آید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گوید کمی صبر کن تا جبرائیل علیه السلام بیاید. حضرت جبرائیل علیه السلام می آید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می پرسند وعده بود که عمر من تا 90 سال می رسد. حالا 63 سال عمر من گذشته است. جبرائیل علیه السلام می گوید 27 سال عمر تو در شب معراج گذشته است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز پرسیدند بعد از سر من باز به زمین فرو خواهی آمد یا نه؟ حضرت جبرائیل علیه السلام می گوید بعد از سر تو هیچ وقت به زمین فرو نخواهم آمد مگر 10 بار که 10 گوهر را از این دنیا خواهم برد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند کدام 10 گوهر را خواهی برد؟ حضرت جبرائیل علیه السلام می گوید یا رسول الله، یکم بار گوهر صبر که هیچ درویش را صبر نخواهد ماند. دویم بار گوهر شرم که هیچ کسی را شرم و حیا نخواهد ماند. سوم بار گوهر مهر که هیچ کسی را مهر نخواهد ماند. چهارم بار گوهر عدل که پادشاهان را عدل و انصاف نخواهد ماند. پنجم بار گوهر برکت که به چیز برکت نخواهد ماند. ششم بار گوهر سخاوت که فقیران را هیچ کس دوست نخواهد داشت. هفتم بار گوهر راستی که هیچ کس را راستی نخواهد ماند. هشتم بار گوهر حلال که هیچ کس حلال و حرام را نخواهد شناست. نهم بار گوهر عمل که عالمان بر علم کار نخواهند گرفت. دهم بار گوهر برکت که قرآن مجید از دنیا خواهند برد. بعد از آن آثار قیامت پدید خواهد شد. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یا جبرائیل علیه السلام، حال امتان من چی می شود؟ جبرائیل علیه السلام میگوید فرمان حق تعالی آوردم که محمد را بگو که امتان خود را به من بسپارد تا بر روز قیامت به او بسپارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه یاران را دعوت نموده وصیت کرد که ای یاران، حلال را حلال دانید و حرام را حرام، و مال را زکات دهید و فقیران را محروم نگذارید و همسایگان را مرنجانید و بر زنان و فرزندان و یتیمان شفقت کنید که بر کدامی از اینها از امتحان گذرید. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ای فرشته مرگ، ایستاده شو و قبض جان من برکن و بر امتان من نکن که ایشان قدرت ندارند و بسیار ضعیف و کم قوت هستند. فرشته مرگ علیه السلام گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر امتی تو که بعد از نماز فرضی آیت الکرسی را بخواند جان او چنان قبض کنم که طفل شیرخواره به پستان مادر شیر بنوشد و در خواب برود، مادرش پستان خود را بکشد و طفل را معلوم نباشد. بعد فرشته مرگ دست بر سینه مبارک نهاد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آه برآوردند. فرشته مرگ گفت یا رسول الله، چرا آه برآوردی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای فرشته مرگ، من دانستم که تو کوه دنیا را بر سینه من نهادی. می ترسم که بر امتان من همچنین کنی. بعد همه یاران پرسیدند که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از این جهان می روی ما را نصیحت کن؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گویند از بدی پرهیز کنید و کینه را از دل دور کنید. باز یاران پرسیدند که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قیامت کی خواهد آمد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب ندادند و با انگشت شهادت اشاره کردند. بعضی ها گمان بردند که بعد از 1 سال خواهد شد و بعضی ها گفتند که بعد از 1000 سال و بعضی ها گفتند که بجز خدای تعالی کسی نمیداند. پس جان مبارک به حق تسلیم کرد. بعد همه زار زار میگریستند. همه یاران نماز جنازه ادا کردند
و جبرائیل علیه السلام تمام فرشتگان 7 آسمان همراه آورده نماز جنازه خواندند. الها به حرمت جان پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جمله مؤمنان را توفیق خیر مرحمت فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.